سلام، خوش اومدید به اولین قسمت بوشیدو ریویو. اینجا این با سننده گوت قراره که باهاش راجع به هفتهش کلا صحبت کنیم، کارهایی که کرده و از اپیزودهای بعدی ان شاءالله کارهای خودتونم ریویو میکنیم، ببینیم که چه جوریه. دقیقاً. سلام به همگی. گفتیم که این پادکست رو شروع کنیم هر جوری که هست، با هر ناقصی که داره و یواش یواش مثل همیشه توی مسیر کاملش کنیم. قرار شده اول یه سری سوال علی پاشا در رابطه با بوشیدو بپرسه. اکثر سوالایی هست که خود بچه‌ها توی چت ناشناس پرسیده بودن و سوالاتی که در رابطه با چالش 90 روزه و بوتکمپ و هر چیزی مربوط به بوشیدو داشتن و قرار اینجا جواب بدیم. عالی. برو بریم. آقا من اصلا برنامه رو نمیدونم چه جوریه، چون کل داستان دست علی پاشا. فداتون باشه. آقا سند، اول از همه میخوام که خود بوشیدو رو برام به توضیح بده. شاید خیلی‌ها که نمیدونن چیه یا از طریق این پادکست با ما آشنا میشن دوست داشته باشن بدونن. خود منم شاید خیلی دقیق ندونمش، دوست دارم بدونم که چه جوریه داستانش. ببین اصلا ایده بوشیدو میخوام بگم از کجا اومده و اصلا چرا شروعش کردیم و اینا. من اولی که پیجمو زده بودم شروعش با یه چالش بود که اصلا فالووری هم نداشتم، 10,000 تا فالوور بودن و اومدیم با هم همگی 75 رو انجام دادیم. میدونین چیه؟ نه من خیلی یه چالش یه اینفلوئنسر خارجی گذاشتتش و این شکلیه که شما باید در طول روز 2 تا 45 دقیقه ورزش کنی، یه دونه بیرون خونه، یه دونه داخل خونه، هر روز یه مقدار مشخصی آب بخوری، 10 صفحه کتاب بخونی و چند تا کار دیگه. و خیلی هم سختگیرانه است، یعنی تو یه روز انجام ندی ریست میشه میره از اول. من اینو آوردم گذاشتم توی پیج و مثلا 50 نفر الی 100 نفر از بچه‌ها گفتم ما هم باهات انجام میدیم. یه گروه تلگرامی زدیم، رفتیم اونجا همه با هم اجراش کردیم. من موقع حالا کار خودم هم داشتم، فیلم برداری و اینا بود. این پیج یه چیز کوچولویی بود، یه انگار هابی بود در کنار کار اصلی. در کل برای شروع هم بد نبوده به نظرم. یعنی خودت احساس می‌کردی که بخوای اینو اعلام کنی مثلا 50 نفر باهات؟ نه واقعا اصلا اینجوری فکر نمی‌کردم، ولی یه پست گذاشتم همینجوری اومدم گفتم یه اطلاعیه طور و از همونجا شروع کردیم و رفتیم. بعد منتها توی مسیرم این شکلی بود که آقا هر کسی که هر روزی مثلا این چالشش خطا رفت، چون این شکلی بود که ریست میشد میرفت از روز اول، خودش از چالش بره بیرون. از این 50 نفر 100 نفر فکر کنم تا انتهای چالش کلا 7-8 نفر موندن که تمومش کردن. و حالا خود منم روز 30 رژیمش شیکوندم، کلا چالشم ریست شد. یعنی اون بچه‌ای که تموم کردن خود منم دوستشون نبود. حالا اصلا یه چیزی که کلا خیلی تو مخ منه اینه که هر کسی که تو فضای توسعه فردی کار میکنه میخواد خودش رو خدا نشون بده دیگه. مثلا من کامل ترین آدمم و سعی میکنه یه سری چیزا رو لاپوشونی کنه و من متنفرم این موضوع، در صورتی که هممون آدمیم دیگه. نه بالاخره باگه به وجود میاد تو هر سیستمی، کسی دقیقاً پرفکت نیستش. حالا زیادی به اون نپردازیم. اون گروه بود، اومدیم جلوتر سال بعدش با آرش یه گروه زدیم، آرش وداد دوستم، یه گروه زدیم 6 ماه 6 عادت معرفیش کردیم تو اینستا. تو اون گروه یهو 15,000 نفر جمع کردیم. اون موقع مثلا پیج من رفته بود بالا 200,000 تا شده بود. آرش هم تو پیجش فعالیت می‌کرد. همه بچه‌ها رو آوردیم، قرار شد توی 6 ماه 6 تا عادت مختلف بسازیم و یه عالمه باگ داشت. بچه‌ها مزاحم هم دیگه می‌شدن، چت باز بود، کلی چیزای غیر مرتبط پخش می‌شد و فهمیدیم یواش یواش اصلا باید چی کار بکنیم با این داستان. و اصلا کلا علاقه قلبی من چه از بچگی تا الان این بودش با بقیه یه کار دست جمعی این شکلی انجام بدیم. یه جورایی خود بوشیدو از کلی فیلتر رد شده که الان بوشیدو. دقیقاً. حالا این گروه رو زدیم 15,000 نفره، اومدیم جلوتر. فکر کنم 5 ماه 6 ماه بعدش من گفتم که اوکی بذار ببینم از این سیستم بوشیدو میشه یه کاری کرد که حالا یه سری آدمو بیاریم که هدف مشخصی دارن، هم واسه خود من درآمدزایی باشه، یعنی بالاخره کارمه دیگه، یه تیم پشتیبانی داره و کلی دنگ و فنگ داره، یه سیستم درآمدزایی برای خودم باشه و از اون طرف که خدمت خیلی با کیفیتی هم به همه بکنیم. که اومدیم بوشیدو رو پایه‌گذاری کردیم. خود کلمه بوشیدو رو بخوام بگم یعنی راه و رسم سامورایی شدن. فیلم چیزو دیدی؟ لاست سامورایی دیدی؟ نه. قدیم این بازیگری که تام کروز بازی میکنه ندیدی؟ قدیمی هم نیست خیلی. نه مال 2001. 7 سامورایی من دارم. نه لاست سامورایی اینی که تام کروز آمریکایی ارتشی میره سامورایی بشه. اصلا از اونجا این کلمه بوشیدو رو من یاد گرفتم. بعد رفتم سرچ کردم دیدم که یعنی راه و رسم یا روش سامورایی شدن. حالا چرا اسمو گذاشتیم روش؟ به خاطر اینکه یه سری عادت خیلی سفت و سخت داریم، اینا رو باید یه مدت مشخص انجام بدیم و تشبیهش کردیم به اون حالتی که سامورایی‌ها دارن که میرن تو توی معبد و تمرین میکنن و اینا. و اسم از اونجا اومده
و الان 5 تا عادت مشخصه، بچه‌ها میان تو 21 روز اگر توی بوتکمپ باشن اجراش میکنن و اگر چالش 90 روزه باشه که حالا قسمت رایگانشه که راجعش صحبت میکنیم، تو 90 روز اون عادت‌ها رو اجرا میکنن. عالی، بست، قربانت. کارت درست. آقا کلا من اینم بخوام بهتون بگم اینه که بوشیدو ریویو صرفا سوال و جواب نیستش. حالا ان یه اپیزودهای بعدی میاد میریم جلو میبینیم بقیه شامل چه جوریه. دوست داریم ویکلی ریویو باشه در اصل. حالا چه کارهایی که دوستانی که تو گروه هستن انجام میدن برای ما ویدیو میفرستن، چه خود هفته سهند چه جوری پیش میره. ولی خب این قسمت چون قسمت اوله و یه سری سوالا بالاخره وجود داره. اونو پلی نکردیم. تو ادامه بده. ببخشید آقا آماده یه سری سوالا کلا از خود سوالی که دوستان پرسیدن. اولیش اینه که آقا فرق است. ببخشید. سوال اولم اینه که خود چالش 90 روزه چیه؟ اول اینو برام توضیح بده. چالش 90 روزه این شکلیه که شما اول از همه اصلا قبل از اینکه بخوای به این عادت رو فکر کنی یه هدف واسه خودت مشخص می‌کنی. حالا طبق اصولی که من بارها توضیح دادم یا اگه دوره هدف گذاری برنامه‌ریزی رو بچه‌ها دیده باشن تو اون کامل توضیح دادیم. یه هدف اصولی واسه خودت انتخاب می‌کنی و بعد میگی که من اوکی توی 90 روز آینده میخوام به این برسم. یه هدف میان مدتی که بشه توی 3 ماه بهش رسید و بعدش میای توی این چالش شرکت میکنی. حالا توی چالش ما یه سری عادت داریم که به عنوان کاتالیزور عمل میکنه و بهت کمک میکنه راحت‌تر به این هدف برسی. مثال میزنم، اگه هدفت رژیم باشه، تغذیه‌ای باشه، کاهش وزن باشه، ورزش بهت کمک میکنه توی این موضوع. از اون طرف عادت‌های دیگه در کنار هم قرار مثلا میتونی کتابی رو انتخاب کنی که در رابطه با ورزش و تغذیه باشه که بیشتر بهت کمک کنه. در کل فلسفه‌ش اینه که شما میای با اون عادت‌ها یه دیسیپلینی میسازی، یه اراده‌ای رو میسازی که بتونی به اون هدفت راحت‌تر برسی دیگه. و توی چالش 90 روزه می‌خوایم این کارو بکنیم. حالا چرا رایگانه؟ چون از سمت ما دیگه پشتیبانی نداره. بچه‌ها خودشونن و اون کارهایی که دارن انجام میدن، ولی ما یه گروهی زدیم که بتونن توش عضو شن و از همدیگه انگیزه بگیرن و اون اکانتیبیلیتی این باشه که شما میای توی گروه اعلام می‌کنی، همون باعث میشه که بری انجامش بدی. یعنی به اون گروه متعهد میشی. عالی. و لینک گروه هم برای بچه‌ها رو توی دیسکریپشن میذاریم، اگر خواستن عضو بشن بتونن راحت این کارو انجام بدن. گروه هم توی تلگرام هستش. اگه اشتباه نکنم چون سوالی که خیلی پیش اومده بود، این چالش 90 روزه یه روش سیستم امتیازدهی داره. برای خیلی سوال بود که آقا این سیستم امتیازدهی بر اساس چیه؟ دقیقاً. پوینتش چیه و تهش قراره چی بشه این امتیازا؟ دقیقاً. ببین من اصلا کلا فلسفه کاریم این شکلیه که همیشه یه چیزی رو شاید هم بد باشه شاید هم خوب باشه نمیدونم، چون انقدر کمالگرا بودم که هیچ وقت شروع نمی‌کردم. از یه جایی بعد گفتم آقا به درک بذار شروعش کنم، تو مسیر خوبش می‌کنم. چالش 90 روزه هم دقیقاً همین بودش. ما اول بوتکمپ رو داشتیم، بعد با همکارم با سامان صحبت کردم، گفتم که ما می‌خوایم اینو یه چالش رایگانش کنیم، بیا این کارو انجام بدیم هر چه زودتر. رفتیم یهو توش انجامش دادیم. من تو یه روز کل همه چیزایی که باید اجرا بشه رو نوشتم، پستشو گذاشتم، بچه‌ها اومدن عضو شدن، یهو مثلا 2000 نفر اومدن توی گروه. بعد گفتیم اوکی یه امتیازی به خودتون بدید بر اساس عملکردتون نسبت به این عادتایی که انجام دادید. امتیاز خیلی رندوم بود، مثلا خیلی اینجوری نبودش که کمی باشه، کیفی بود. مثلا حس خوبی داشتن به خودشون امتیاز بالا میدادن، حس بدی داشتن. و اول قانون این بودش که مثل 75 هارد شما اگه یک روز یه دونه از این عادت‌ها رو انجام ندی باید ریست بشی بری از روز اول. بعد که ما این جلوتر بهش فکر کردیم دیدیم آقا اینجوری نمیشه. بالاخره تو مهمونی میری 1000 تا مشکل پیش میاد، یکی از این عادت‌ها رو انجام نمیدی. ما این چیکار کردیم؟ یه سیستم طراحی کردیم به اسم 3S، یعنی اول 3 تا S. یکیش استاندارد دیز، یکیش استریک و سومیش اسکوره. حالا استاندارد دیز یعنی چی؟ یعنی روزی که شما هر 5 عادت اصلی بوشیدو رو انجام دادی. سرخیزی رو انجام دادی، ورزش رو انجام دادی، مطالعه رو انجام دادی، ژورنال نویسی رو انجام دادی و کار سخت روزت هم انجام دادی. این میشه یه روز استاندارد که برات ثبت میشه. مورد دوم استریکه، یعنی زنجیره، یعنی تعداد روزهایی که شما پشت سر هم روز استاندارد داشتی. مثلا توی این 90 روز ممکنه یه 20 روز پشت سر هم همه کاراتو کرده باشی، یا یک روز اون وسط وقفه بیفته. دوباره میتونی این رکورد رو بزنی، دفعه بعدی 40 روز پشت سر هم انجامش بدی. متوجه شدی چجوریه؟ آره، ولی الان یه سوال بعدی که هست، مثلا یه سری میگن آقا ما کارمون یه جوریه که شاید نرسیم اون روز اینو تموم کنیم. یعنی یه جورایی توی چالش 90 روزه این که میری سر کار یا که یه روز اضافه کاری باید بکنی و اینا تاثیر رو روند برنامه‌ت نداره. تو میتونی فردا ادامه‌شو بدی. 100%. مورد سوم دقیقاً همین رو میخوام بگم، اسکور یا امتیازه.
شما یه روز اگر کلا هیچ کدومش هم انجام ندی قرار نیستش بری از روز یک شروع کنی دیگه. اون قانون ریست رو ما کامل برداشتیم. این تریسی که بهتون گفتم جایگزین ریست است. یعنی یه روز کامل از دست دادی اشکال نداره، فردا دوباره شروع می‌کنی، امتیاز می‌گیری. فقط مهمه که دلیل اون شکسته رو ثبت کنی. دلیلش این بوده که اضافه کاری بوده، دلیلش این بوده که اهمال کاری کردی انجام ندادی، دلیلش این بوده که چه می‌دونم به خاطر تنبلیت بوده، هر چیزی. اونو باید ثبت کنی که بدونی چرا اون اشتباه پیش اومده و دیگه سعی کنی تکرارش نکنی. حالا امتیاز چجوریه؟ هر کدوم از این کارهایی که بهتون گفتم یه امتیاز داره. شما وقتی کامل اونا رو انجام بدی و امتیاز روز استانداردتو بگیری، 2 امتیاز اضافه تر دریافت می‌کنی. یه امتیازی هم برای مأموریت ویژه در نظر می‌گیریم. مأموریت ویژه گفتم چیه؟ نه توضیح ند. مأموریت ویژه همون هدف کلیه که ما برای 90 روز مشخص می‌کنیم و هر روز در راستاش یه اقدامی انجام میدیم. ولی این برای هر کس هم متفاوته دیگه. هر کی قبل از این 90 روز باید تصمیمشو بگیره که عالی. یکی میتونه هدفش ورزشی باشه، یکی میتونه رژیم باشه، یکی میتونه درسی باشه، یکی میتونه کاری باشه، آموزشی باشه، هر چیزی که خودش انتخاب کنه. عالیه. یه سری هم میگن که آقا ما دیروز شدیم، نمیدونیم از کجا شروع کنیم، عقب افتادیم و اینجور چیزا. الان چجوری میتونن شروع کنن؟ ببین شما از هر روزی که بیای توی چالش روز یکته. کسی قرار نیستش عقب بیفته، هم قرار نیستش با همین موضوع رو شروع کنن. همون لحظه‌ای که عضو گروه شدن میتونن استارت بزنن و فعالیتشون از همون لحظه شروع میشه. یه سری هم خب شاید توی شرایطی ان اون یه کارایی انجام میدن ولی امکان فیلم گرفتن ندارن، یا خیلی‌ها براشون سخت فیلم گرفتن، راحت نیستن جلو دور میتونن مثلا تکست بدن، حرفشون رو بزنن، یا اصلا یه عکس باشه، حتما باید ویدیو مسیج بشه. ببین تکست کلا توی گروه بسته است، یعنی نمیتونن مسیج بدن، به خاطر اینکه خب وقتی مسیج باز بشه چت میکنن، یا مثلا الان 6700 نفر توی گروه چالش عضون، هر کسی بخواد یه سلام بکنه دیگه کل پیام میره بالا، اصلا کسی نمیفهمه. پوینت اصلی گروه اینه که چت نکنیم و وقتمون رو اونجا نذاریم. حالا برای چی میگیم ویدیو مسیج؟ به خاطر اینکه به نظر من که نیست، طبق تجربه‌ای که داشتم با گروه قبلی، بهترین راه اثبات این عادت‌ها همون ویدیو مسیجی که ارسال میکنن. عکس هم میتونه خوب باشه بعضی وقتا که کامل اون موضوع نشون بده. مثلا خیلی وقتا از کار سخت بچه‌ها میان میگن که اوکی میخوام کمدیمو که مثلا 6 ماه مرتب نکردم برام مرتب کنم، یه عکس قبل و بعد میگیرن میذارن، اون قابل قبوله. ولی اینکه مثلا واسه سحرخیزی بلند شی از پنجره اتاق یه عکس بگیری همون رو دوباره بخوابی، میدونی خیلی اثبات جالبی نیست. پس حالا خیلی هم مهم نیست که اگه نتونستی هم بفرستی مشکلی برات ایجاد نمیکنه این قضیه. اگه اصلا کلا هم ویدیو مسیج نفرستی مشکلی نداره، میتونی تو چالش 90 روزه باشی، فقط گزارش روزتو توی تاپیک خودش ارسال کنی. اصلا میتونی کلا ویدیو مسیج ارسال نکنی ولی اینو انجام بدی. و حالا در رابطه با اون بوشیدو اس که در جلو صحبت میکنیم این تیکر نمیذاری. یه ارور هم میگن که هستش، میگه دسترسی به تاپیکا بسته است. دسترسی به تاپیکا بسته است؟ نه، بچه‌ها احتمالاً میخوان پیام بفرستن، پیام متنی، و خب آره اون بسته است. باید ویدیو مسیج باشه، عکس باشه یا ویدیو. آره. یکی نوشته میگه که انقدر ریست شدم خسته شدم ول کردم. چی میخوای بهش بگی؟ چیکار باید بکنه؟ خب اصلا اون ریست برداشته شده دیگه. یعنی اوایل سوالش برای چالش 90 روزه نیست یا نه؟ تو بوتکمپ اصلا ریست شده نه، تو بوتکمپ مستقیم اخراج می‌کنی. یعنی اونجا که بچه‌ها ثبت نام می‌کنن، شاید این بنده خدا اشتباهی فکر می‌کنه عجبه به خودش برای خودش ریست داره. نه خب درست داره میگه. اول قانون ریست شدن بود دیگه. اول اینجوری بود که شما یه عادت رو انجام ندی ریست میشی، ولی الان اینجوری نیست. الان دیگه این امتیاز بندی است و واقعا سیستم امتیاز بندیه رو فقط توی اون اپلیکیشن، یعنی اون تمپلیتی که درست کرده میشه بهترین شکل توضیح داد که حالا توی 4-5 روز آینده احتمالاً رونماییش می‌کنیم. عالی. مهندس الان که داریم ما اینو ضبط می‌کنیم یه سری استوریا گذاشتی، تو همشون هم داری به یه بوشیدو اس اشاره می‌کنی. برامون یکم اینو اگه توضیح بدی که خیلی ممنون می‌شم. بوشیدو اس یه چیزیه که ما الان فکر می‌کنم این از لحظه‌ای که این سیستم چالش 90 روزه رو استارت زدیم تو فکرمون بود که اینو بیایم طراحیش کنیم و ارائه کنیم به بچه‌ها برای راحتی کارشون. یه سیستم اجراییه در واقع، یه تمپلیت نوشنه که همه تسکای بوشیدو توش هست، یعنی شخصی سازی شده برای کسی که چالش 90 روزه رو شرکت میکنه. همه عادت‌ها رو داره، میتونه تیک بزنه و هر جایی که یه چیزی رو جا انداخت باید بره دلیلش رو حتما ثبت کنه، دلیل شکستاش اونجا بایگانی میشه و در نهایت بهش امتیاز کلی میده، بهش میگه آقا رکورد مثلا زنجیره رکورد استریکت چقدر بوده، چند روز استاندارد کامل داشته و در آخر یه کارنامه انگار از این 90 روز میگیره وقتی که اونا رو تیک میزنه. در واقع بخوام بهت راحت تر بگم یه هابیت ترکره، یه ردیاب عادته
که هر روز اونجا میره تیک کاراشو میزنه و اون وقت جلوی چشش باشه درصد انجام دادنش هم بیشتر میشه. این قراره در دسترس هر کسی که تو چالش 90 روزه میره قرار بگیره؟ هر کسی. ببین کلا دو مدل داره، یا تو چالش تو گروه هستن انجام میدن که خب قطعا پیشنهاد میکنیم اینم داشته باشن در کنارش، یا نه اصلا میان این تمپلیت رو میگیرن و شخصی اینو جلو میبرن دیگه، نمیخوان جای ویدیو مسیج ارسال کنن. اوکی گرفت. عالیه. خب پس الان اینجوری که داره میگی این بوشیدو اوس هنوز نهایی نشده، هنوز داره روش کار میشه. میخوام بدونم از کی شروع میشه، هزینه ای داره برای بچه‌ها، چه جوریه کلا، چه جوری در دسترس کاراش دیگه کامل تموم شده، 99% انجام شده. داریم یه سری جمله ها رو بعضی جا عوض می‌کنیم این شکلی که مثلا هر عادتی رو تیک میزنن یه پیامی براشون میره بالا. دیگه داریم کارهای نهاییشو می‌کنیم، یه ذره خوشگل و ترتمیزش می‌کنیم، صفحه اصلیشو مرتب می‌کنیم و همین هفته‌ای که این ویدیو آپلود میشه فکر می‌کنم پنجشنبه جمعه، یعنی 1 و 2 مرداد 405، حالا بعضی‌ها شاید این ویدیو رو بعداً ببینن، ریلیز میشه و قیمتش هم واقعا یه جوری در نظر گرفتیم که هر کسی به راحتی بتونه تهیه کنه و استفاده کنه. اینجوری هم نیستش که شما یه 90 روز استفادهش کنید دیگه به دردت نخوره، نه، چرخه داره. شما مثلا یه چرخه انتخاب می‌کنی، یه 90 روز کامل می‌کنی، میری سراغ 90 روز بعدیت و همش اونجا ثبت میشه. عالی، دمتون گرم، خسته نباشید. تمام. منتظریم که بیان. 1 و 2 مرداد ریلیز میشه. عالیه، نزدیک هم هستیم فکر کنم مثلا امروز. از هفته آینده کلا فکر کنم فرمت ویدیومون فرق می‌کنه. آره این اولین فعالیت قسمتمون بود، اصلا یه آزمون خطا هم شاید برای من و سهم بود. ولی چنلمون رو سابسکرایب کنید حتما. ویدیوها هر هفته آپلود میشه. در کل قراره بپردازیم به هفته خود سند اول و خود و خود شما دوستان و خود شما دوستان، خودتون دیگه. عالی. ولی شما هم برامون ویدیو بفرستین. وقتی هفته سند رو رد کردیم ویدیوهای خودتون رو پخش میکنیم، با هم چنل تلگرام براتون میذاریم. ویدیوهاتون رو، یعنی ویدیوهای عادت‌های بوشیدوتون رو میتونید اونجا بفرستید. میتونه ورزش باشه، ژورنال نوشتنتون باشه، یه نکته‌ای که از کتاباتون یاد گرفتین، کامل دقیق توی چنل تلگرام بهتون توضیح میدیم که چه چیزایی میتونید ارسال کنید. اگه دوست دارید تو ویدیوهای بعدی ما حضور داشته باشید. هر روز هم یه کار سخت رو انجام بدید دیگه. خیلی بهتر میتونستین بگید. تمام، خسته باشید. عالی.